امتیازات بادکنک. اگه هر کارتی اوورالش پایین تر بود این بادکنک توی سرش میترکه و برنده هم میتونه این کیندی ها مال اون بشه. بریم ادامه این ویدیو. سیگنیچر منچستر یونایتد. رشفورد. سیگنیچر مارکوس رشفورد اوورال 81-89 و بادکنک روی سر من خالی بشه. سیگنیچر مارکوس رشفورد و سرمربی آرسنال. بسم الله. بریم سادیو مانه. سیگنیچر بارسلونا. خیسه از جلو ویدیو رد میشی. اینیستا. سیگنیچر اینیستا. سیگنیچر اینیستا 91-88 و این دفعه بادکنک روی سر امیرعلی. اینا مال من. برچسب و کیندی باش بود. بیا سرتون میاد. الان یک ترکید نمیترکید اصلا. بریم برای ادامه این ویدیو. برون بر. ادوانس روم. اوورال 91. رشفورد 81. عباس امیرعلی حالا 2-1 به نفع من. یه بادکنک دیگه میاریم. آخری دیگه داره تموم میشه. بعد از این هم بعدی. 2-1. بریم برای بسته بعدی. کوین دی بروینه. اشرف حکیمی. لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. پرایم کوین دی بروینه شماره 5. پرایم سانتوس خدای نیمار شماره 1 دی بروینه. مساوی هر دو اوورالا 100. بریم برای بسته بعدی. سادیو مانه. پرایم فکر کنم دی بروینه. فکر کنم کوین دی بروینه و باید روی سر امیرعلی باز هم خالی میشه. یه بادکنک بده. ممنون. این برای بعدی 3 بار باز هم روی سر امیرعلی 3-1 به نفع منه. بریم برای بسته آخر. اون شد بسته ها؟ بله. برای بسته آخر 99 سرمربی یوونتوس. اورال 84 این دفعه روی سر من. یه بادکنک دیگه موند. اون دیگه بسته کیمی. برنده این مسابقه من شدم. 3 تا روی سر امیرعلی ترکید و 2 تا روی سر من. برنده منم. ویدیو رو برنده تماشا کنید. دستم خیسه.
سرمربی یوونتوس. کوین دیبروین شماره 5. حالا این طرف فرایم سانتوس. فرایم نیمار و مسی شماره 1 سانتوس. اینیستا و رشفورد. نظرتون تو کامنت ها بگید کدوم کارت بهتره. این کارت هم که بالاخره مال من شد چون 3-2 بردم. فینال فینال اینیستا. کوین دیبروینه. مارکوس رشفورد. دوباره سرمربی آرسنال. نظرتون تو کامنت ها بگید کدوم کارت بهتری بود. حالا باید بریم اینا رو بذاریم توی داخل بسته های آلبوم. داخل آلبوم همین 12 تا رو دیگه فکر کنم بذاریم. بله مارکوس رشفورد میره به داخل اول امضا داد. مارکوس رشفورد میره به داخل آلبوم. مستقیمش مارکوس رشفورد. اینیستا. دوباره کوین دیبروینه. نیمار شماره 1 با لباس سانتوس. سرمربی یوونتوس. اینا برن داخلش. کیندی های خودمون هم یک چند تایی میذاریم داخلشون. میذاریم و آلبوم رو هم به شما نشون میدیم. نظرتون تو کامنت ها به هم بگین که برنده اصلی کی بود. ادوانس ها اینیستا. سرمربی ها پرایم کوین دیبروینه و نیمار و اینا هم امضای اینیستا و مارکوس رشفورد. خب بچه ها ویدیوی ما تموم شد. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.